خب امروز میخوایم راجع به منطق گذارا صحبت کنیم. با یک سری مقدمات منطق کلاسیک میخوایم آشنا بشیم و مفاهیم اولیه‌اش رو بهتون معرفی کنیم. بعضی موقع‌ها به این مفاهیمی که ما مطرح میکنیم بهش منطق مرتبه صفر هم گفته میشه. اما منطق گذارایی چیه؟ منطق گذارایی هدفش اینه که یک سری استدلال‌های معتبر بسازه و به ما کمک کنه که با یک سری پیش‌فرض یا فرضیات به یک نتیجه درست برسیم. چیزی که اینجا مهمه اینه که از اون روند استدلالی در واقع درست باشه. اینکه پیش‌فرض یا فرضیه‌های ما درست یا غلط باشن مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که اون روند استدلالی در واقع معتبر یا صحیح باشه. اما منطق گذاری چیه؟ یکی از چیزایی که توی منطق گذاری ما میتونیم انجام بدیم اینه که پیش‌فرض‌ها رو هر کجای مسیر استدلالیمون میتونیم وارد کنیم. ما مجازیم که پیش‌فرض‌هامون رو توی هر مرحله‌ای وارد بکنیم. و یک سری قوانین منطقی هم هست که برای استنتاج ما استفاده میکنیم. این قوانین هیچ ارتباطی با این که ما فرضیاتمون ربط به واقعیت داشته باشن یا نداشته باشن یا درست باشن یا غلط باشن ندارن. خلاصه به این که اگر بخوایم که منطق گذاری رو خوب بفهمیم با حتما حواسمون باشه که درستی و غلطی پیش‌فرض‌هامون اینجا اصلاً برامون مهم نیست، بلکه چیزی که مهمه اون روند استدلالیه که میخوایم معتبر و درست باشه. اما گزاره چیه؟ گزاره یک عبارته که میتونه درستی و غلطی بپذیره، یعنی که یا درسته یا غلط. یکی از مثالایی که میشه زد عبارات توصیفیه. مثلا احمد دلش برای سیب تنگ شده. این یک گزاره است. یا احمد دلش برای سیب تنگ شده، حالا فرض کنیم در واقعیت، یا احمد دلش برای سیب تنگ نشده. این گزاره یا درسته یا غلط. میشه گزاره پیچیده تر هم ساخت یا جملات شرطی هم بهش اضافه کرد. مثلا اگه احمد دلش برای سیب تنگ شده، آنگاه احمد امروز سیب نخورده. این خودش یک گزاره است که در واقع از بخش‌های شرطی هم بهره گرفتن. اما یک سری عبارات هستن که نمیتونن گزاره باشن، مثل جملات سوالی یا جملات دستوری. اینا درستی و غلطی نمیپذیرن و تقریبا فهم همچین چیزی هم بدیهیه که خب یک سوال، خود سوال نمیتونه درست یا غلط باشه، یا اگه دستور میدیم اون جمله دستوری ما درستی و غلطی نمیپذیره. اما ترکیب شرطی، این اولین مفهوم پایه‌ای هستش که توی منطق کلاسیک ما می‌خوایم بهتون آموزش بدیم. ترکیب شرطی یک جمله است که از یک گزاره دیگر رو نتیجه میده. به این صورت می‌نویسیمش که اگر آ آنگاه ب. مثال میزنم، اگر آ رو بگیریم امروز چهارشنبه است، ب رو بگیریم امروز روز کاری است، گزاره‌ای که خواهیم داشت به این صورت در میاد. ما بهش میگیم ترکیب شرطی. نمادش به این صورت است که آ رو ب رو به صورت پیکان به هم وصل میکنیم. به این صورت در واقع نمایش داده میشه. به آ میگیم مقدمه و به ب میگیم نتیجه. این در واقع نوعی هستش که ما نمایشش میدیم. چه زمانی یه ترکیب شرطی ما میتونیم بگیم درسته؟ منظورم اینجا از درست بودن اینه که از لحاظ منطقی معتبر باشه اون ترکیب شرطی، یعنی اینکه از آ به ب بتوان رسید. مثلا اگر یه ترکیب شرطی به این صورت داشته باشیم، این موقع غلطه که ما از یک مقدمه درست به یک نتیجه غلط برسیم. توی استدلال معتبر ما هیچ وقت نمیتونیم از یک مقدمه درست به یک نتیجه اشتباه برسیم، در صورتی که برعکسش فرق داره.
اگر مقدمه‌مون غلط باشه با یک استدلال معتبر میتونیم به این نتیجه درست یا غلط برسیم. حالا مثال بزنیم. میگیم که اگر هر چهارشنبه باران ببارد آنگاه در چهارشنبه بعدی زمین خیس است. این یک ترکیب شرطیه. از لحاظ منطقی هم معتبره. اصلا مهم نیست که هر چهارشنبه باران میبارد یا نمیبارد. حالا برای ما به نظر میاد که غلط باشه. خیلی سخته که هر چهارشنبه بخواد بارون بباره. در واقع نتیجهش هم که حالا ممکنه زمین خیس باشه یا نباشه. مهم اینه که این روند استدلالی که ما اینجا کردیم معتبره. اگه هر چهارشنبه بارون بباره اون وقت چهارشنبه بعدی زمین خیسه. اگه ما مقدممون اشتباه باشه میتونیم به هر نتیجه برسیم. چرا؟ چون هیچ استدلال مقابلی وجود نداره که نشون بده که اگه اون مقدمه درست باشه اون وقت ما به نتیجه غلط میرسیم. از ترکیب شرطی آنگاه به ما خیلی استفاده میکنیم توی اثبات و استدلال. چرا که اگر ترکیب شرطی آنگاه به درست باشه با درست بودن آ میتونیم به درست بودن ب هم برسیم. در واقع این به ما کمک میکنه که از یه سری گزاره پیش‌فرض به یک سری نتیجه برسیم و استنتاج کنیم و بریم جلو توی فلسفه. به این قانون منطقی میگیم وضع مقدم یا مادوس پوننس. فرم کلیش به این صورته. پیش‌فرض اول اگر آ آنگاه به، پیش‌فرض دوم آ، این دو تا پیش‌فرض نتیجه میده که ب. این فرم کلی قانون وضع مقدم. اما بیایم با چند تا قانون و ترکیب دیگه هم آشنا بشیم. اولیش نقیض یه گزاره هست که با نماد ابرو آ نشون داده میشه. صرفا اون گزاره رو نقیض یا منفیش میکنه. حالا مثلا احمد دلش برای سیب تنگ شده است میشه احمد دلش برای سیب تنگ نشده است. و خیلی هم بدیهیه اگر نقیض یک گزاره رو بگیریم خود اون گزاره به دست میاد. طوری که ما می نویسیمش به این صورت هستش که ابرو آ معادل است با آ. دقت کنید که من اینجا از علامت این سه تا خط استفاده کردم که با مساوی فرق داره که توی ریاضیات استفاده میشه. این سه تا خط در واقع به معنای معادل است با استفاده میشه و کاربرد زیادی هم توی منطق داره. اما یه ترکیب دیگه هم هست به اسم ترکیب عطفی. من اینجا بهش میگم عملگر و. با نماد آ and ب اینجا ما می نویسیمش. بعضی موقع ها به این صورت هم نوشته میشه آ ب و این نماد به حالت 8 فارسی هست. ولی ما اینجا ترجیح دادیم که از علامت اند انگلیسی استفاده کنیم. در صورتی آ و ب درسته که هم آ درست باشه هم ب. این در واقع یه قانونه که اگه آ و ب درست باشه هم آ درسته هم ب. اما یه ترکیب فصلی هم داریم که بهش میگیم عملگر یا. با این نماد نشون داده میشه به این صورت و در واقع داره به ما میگه که یا آ درست بوده یا ب یا هر جفتشون. بنابراین اگه آ یا ب درست باشه اون وقت یا آ درسته یا ب یا هر جفتشون. چیزی که امکان نداره اینه که هر جفتشون با هم غلط باشن. این امکان نداره. یه قانون دیگه که بد نیست باهاش آشنا بشیم قانون تعلیل به محال هستش که میگه که اگه از پیشفرض آ به درستی B برسیم و بدونیم که B اشتباهه اون وقت میتونیم نتیجه بگیریم که پیشفرض آ اشتباه بوده. چون که یه گزاره درست نمیتونه به تناقض ختم بشه. مثال میزنم. یه گزاره داریم کوچکترین عدد گویای مثبت وجود ندارد. اوکی؟ حالا ما میخوایم ببینیم که آیا میتونیم اینو بررسی کنیم یا نه. میگیم که اگر وجود داشت، حالا فرض میکنیم کوچکترین عدد گویای مثبت وجود دارد، اون وقت میشه اون رو تقسیم بر 2 کرد و به یه عدد کوچکتر رسید.
خب این ما رو به تناقض میرسونه، چون فرض کرده بودیم که کوچکترین عدد گویا اون عدد اولیه که فرض کردیم. بنابراین اون گزاره اول ما درسته و کوچکترین عدد گویی مثبت وجود نداره. یه فرق خیلی کوچیکی هم میکنه با برهان خلف. با حواستون باشه که توی برهان خلف ما اول یه گزاره نادرست فرض میکنیم، به تناقض میرسیم، بعد درستی به اون اثبات میشه. اما تو تحلیل و محال یه گزاره رو درست فرض میکنیم و به تناقض میرسیم و سپس به نادرستی آ پی میبریم. این تفاوت کوچیکیه که این دو با هم دارن. و اما ترکیب دو شرطی چیه؟ ترکیب دو شرطی، خب ما ترکیب ساده شرطی رو اگه نگاه کنیم، آ آنگاه به ما میگه که اگه آ درست باشه اون وقت بی هم درسته. اما اگر بی درست باشه ما پیش نتیجه نمیتونیم بگیریم که آ درسته یا غلط. میتونه آ درست باشه یا غلط باشه، هر حالتی رو میتونه بپذیره. خب یک ترکیب دو شرطی ما داریم که در واقع این جهت پیکان رو دو طرفه کرده. هم از درستی آ میتونیم به ب برسیم، هم از درستی ب میتونیم به آ برسیم. در واقع یه ترکیب آ آنگاه ب و ب آنگاه آ هستش. ترکیب دو شرطی آ و ب رو توی فارسی به صورت آ اگر و تنها اگر ب میخونیمش. این هم نوعی هستش که در واقع صداش میکنیم. اما امروز ما با مفاهیم جدیدی آشنا شدیم. حالا اگر کسایی باشن که کنکور یا توی رشته‌های فنی باشن، ممکنه توی ریاضیات جدید با این مفاهیمی که من گفتم آشنا بوده باشن. خب این براشون یک دوره هم شد. ما با منطق گزاره آشنا شدیم، گزاره و انواعش آشنا شدیم و یک سری از انواع ترکیب‌ها و قوانین منطقی حاکم بر اونها رو بهتون آموزش دادیم. یادتون نره که حتما عضو کانالمون بشید. اگه نظری هم داری راجع به ویدیو حتما به اطلاع من برسونید.